یک بار همین دو برابر بلندتر یک دسته قربانش ما میخوانم به خاطر مرحبا مشروط که تنگی نه ویرانگ و روش بیزارم اینجا کمپیرا هستن؟ ها اینجا مادرها هستن کمپیرا هستن. خواهش بکنم مادرش ما بگید میدونم این طرف چی با هوی شروع میگن نه بگه قیقاز کنم این طرف کلی بلندتر میدونه چی خواهی هوی شروع میگن همین طرف همش گشنن اگر سر باشن هیچ وقت نمیگن بله از من هنرمندی را بس کردم طبیب هستم تمام مردم کابل بی پول طبابت میکنم و جمع یک تراپی دارم با نام بوسه تراپی مرا تکلیف کرد برادر عزیزم رابر همی مرکز سلامتی عبدالعزیز گفت که تمام مردم نایه رودکی را پیشگیری کردن در کار از کساله های بیزی من شپریس نخره و کال نخره دارون نخره پولی پلتنت بی پول طبابت میکنم بله یک مردک ما گفت آقای بلبلان همین چیم تپا گفت دستم 10 ساله که کار نمیکنه ای دست همون برادر یک بوسته کردم دست همون برادر در کار در آمد یک مادر همین نایه رودکی گفت که آقای بلبلان چشمم 20 ساله که نمیبینه ای چشم همون مادر یک بوسته کردیم چشم مادر بینا شد نیک یک مصفد در همین مرکه حضور داره مرا نگاه داره یک سخن گفت در پیش همون مردم بسیار مرا شرمنده که سخنش دل مرا خنجر زد اون مصفد همون جماعت چارگل بود بسیار مرا خفه کرد چی گفت؟ آمد گفت شما آقای بلبلان هستین؟ گفتم بله. گفت شما با بوسه طبابت میکنین؟ گفتم بله. گفت آقای بلبلان میباشن همین گیمرای طبابت نمیکنین؟ آزی من طبابت پاس کردم من نزنچه نمیکنم این ای آقا طبابت میکنم هر روزتان نوروز باد نوروزتان فیروز باد بعضی ما دوام داره این لحظه بله قرصکای نوروزی به افتخار تمام میهمانان محفل امروزه ما همه قرصک گل دختر زیبای تاجیکستان یادگاره مرحبا استقبال میگیریم مرحبا تشکر زیاد با عرض سلام میمانان گرامی من امروز شخصا از نام خودم و از نام تمام اهل صنعتکارانی که در اینجا حضور دارند شما را با عید نوروز با بهار خرم تبریک گفته امیدواریم که یک عمر سربلند و سرسبز باشید و مثل همین بهار و یک چند سرود میخوانم همه کسا رقص و بازی میکنید مرحمت
در پشت درت مثل غلام آمده ای دلبری جان ای شیرینی جان نشسته ای در خانه برخیز بیا بر سلام آمده ای دلبری جان ای شیرینی جان نشسته ای در خانه برخیز بیا بر سلام آمده شام آمده
نوروز مبارک باشد. حوازت خسته نباشه. یک قرصک میزنیم به افتخار یادگارا بانو. دایی 500 متر بلندی خیلی یک نوروزی زیبا گذشته ایستاده است. از شما فقط خواهش میکنم که قرصک فراموش نکنید. مردمی نایه رودکی در همه جا تعریف میکنه که نایه رودکی قرصکاش تمام پچق دیگه نایه رو برآورده. یک قرصکی که میزنیم کم کم آوازاشو گرفته ایستاد. همین طرف یک 3-4 ترلکه سمنک رئیس کنند رئیس که آوازا نیست. آواز نیست که بلگه آواز یک دسته آواز ولی روی نکنید. خوبه آجی سازه. یک بار دیگه نوروز به همتون مبارکباد میگیم. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد. نوروز مبارک. آواز خنداتون بزنید. انا سخن تبریکی برابر دستگاه رئیس ناحیه خالف باباخان خالوش داده می شود. یک قرصک میزنیم رئیس محترم را بین این بلندی دعوت میکنیم. قرصک مبارک باشد. مهمانان، خاله ها، اپا ها، دادرها، بابا ها، همه شما را خیر مقدم میگیم به این نوروز. در این به این نوروزگاه خوش آمدن. نوری دیده تاجی سر. مرحمت رئیس. حاضرین ارجمند، دوستان گرامی، مهمانان عزیز، اجازت فرمایید همه شما را به جشن نوروز عالم افروز از نام اولا رئیس ناحیه محترم تقوازاده سید مراد ابراهیم، از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی نایه رودکی، شخصا از نام خودم از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده به شما همه خوشی های زندگی را آرزو نمایم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. نوروز مبارک. سلامت باشید رئیس محترم. یک قرصک میزنیم به افتخار اکه بابا خان. خوش آمدن، خوش آمدن. نوری دیده تاجی سر. باز یک مهمان فخری داره میجا. یک سخنی نوبتی میتیم به مهمان فخری قاسموف اشور عبداللهویچ. مرحمت که قرصک فراموش نکنید. مردمی نایه رودکی سلامت باشین. مرحمت بیاین. نوروز مبارک باشد که اشور جان. قربان شما. السلام علیکم. مرحمت. دوستان عزیز، میرزا عزیز همراه ما در کمیته جمهوری اتفاق کسبای کارمندان تندرستی تاجیکستان که در اونجا من کمی هم کار میکنم معاون هستم. میرزا عزیز جان از همه اکتیویستی ما بود. در این حال من در بیمارستان قرابولا هستم، رئیس کمیته هستم. من چی گفتنی هستم؟ در کجایی که میرزا عزیز بود راستی گپ در اونجا آبادیه. برای چی گپ من گپ میزنم؟ همونجا در معرکای جمهوری میگذراندیم. در کدام سطحی که نباشد میرزا عزیز خیلی برای من میرزا عزیز است. میرزا لطیفویچ بسیار یک مرد. در حقیقت امروز که من مهمانان از جمهوری اسلامی ایران من تشریف اومدن اینجا. پروفسور دکتر برقی است. یک از جا بخزید. شاعر نویسنده که این کس تقای اینا میشن جمهوری از جمهوری اسلامی ایران است. مؤلف زیاده از 100 کتاب های هستن. این هم اولادای علو ابوالقاسم لاهوتی هستند. از چیزی که ما میدونیم معرفی میکنیم حضرت برقی ولی میگیم. دکتر برقی از همون اولادای برقی ولی هستند. اینجا با پسراشون با خانومشون با کلیناشون مهمانی ما هستند. اینا میگن که اینقدر خوب میگذره. التماس برای رئیس کل تاجیکان جهان که امروز ما در این سرسبز و خرمی زندگی داریم، آزاد زندگی داریم و اون کس جشن نوروز را در یونسکو وارد کردن، خواهش میکنم همه یک قرصکی پرمغز زدن برای رئیس جمهور. از نام کمیته جمهوری اتفاق کسبای کارمندان تندرستی تاجیکستان تمام ساکنان ناحیه رودکی را که من هم ساکن ناحیه رودکی هستم، همه شما را با این عید فرخنده نوروز خوش‌استپای از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگم. مهمانا را خوش آمدید میگیم از جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدن. خدمات نوری دیده به خاطر این مهمانا، به خاطر مادرها، به خاطر تمام مردم تاجیکستان، به خاطر تمام مردم ناحیه رودکی هنرمند دعوت میکنیم. هنرمند خوش آواز، هنرمندی که همه ما او را دوست می‌داریم. بانوها، مادرها، شخصا مادرها دوست می‌داره. یک قرصه برش طریق نمی‌داریم. ضیاءالدین نورزاد را دعوت میکنیم. مرحبا. حافظ خوش ادا بگو تازه و تازه نو بنو. چند بزن ترانه تازه و تازه نو بنو. ضیاءالدین نورزاد میخوره تمام مادرها را به رقص دعوت میکنیم. نوروز مبارک باشد. مرحبا.
دوستان عزیز، مهمانان گرامی، این نوروز زیبا را برای همه شما مبارکباد میکنم. به شما عزیزان خانه آباد، روزگاری پر از فراغت تمنا دارم. طبیبای عزیز، دکترهای مهربان، عیداتان مبارک شود. همیشه سلامت باشید. خوش آمدن. چند ترانه برای شما میخونم. خوش آمدن دوستان عزیز. رفتی و بعدی تو عشقم ازا گرفت، اندوهی جان گداز در سینه جا گرفت، اندوهی جان گداز در سینه جا گرفت. عشقت هوایی بود چون بادی سرسری، میرم از این علم با یار دیگری، میرم از این علم با یار دیگری. دلم خسته خسته، نگاهم شکسته، غمت با تمنا براهم نشسته، غمت با تمنا براهم نشسته. ای دلم خسته خسته.